روش حل معادله. خب ببینید بچه ها، تو روش حل معادله به دو نکته باید توجه داشته باشید. یک، معادله یک تساوی هست و دو، از تعدادی جملات معلوم و مجهول تشکیل شده. معلوم و مجهول هم قبلا بهتون توضیح دادیم. این رو میتونیم بگیم عددی، این رو میتونیم بگیم عددی که ضرب در یک حرف انگلیسی شده، مثلا 3 تا x. اینجا 3 تا x یعنی 3 ضرب در x. خب حالا یه نمونه میخوایم با هم حل کنیم. برای مثال، چون گفتیم یک تساویه، ما مساوی رو اول میذاریم. یه تعداد جمله این سمت داریم، یه تعداد جمله این سمت. مثلا جمله مجهولمون 4x مثلا به اضافه 5. در اون سمت میگیم 2x مثلا منهای 2. فرقی نداره، هر چیز. خب ما میخوایم این معادله رو حل کنیم. اولین کاری که میکنیم یه خط میکشیم و تساوی رو به دو بخش تقسیم میکنیم، سمت راست، سمت چپ. اولین قدمی که تو حل معادله باید انجام بشه اینه که جملات معلوم و مجهول رو از هم جدا کنیم. یعنی معلوما رو بیاریم یه طرف، مجهولا رو ببریم یه طرف دیگه. هیچ تفاوتی هم نداره. میتونید اینور معلوم رو ببرید، مجهولا اینور. میتونید معلوم رو بیارید اینور، مجهولا ببرید اونور. من برای مثلا مجهولا میبرم به این سمت، مجهول ها به این سمت، معلوم ها به این سمت. خب تو قسمت چپ دو تا جمله داریم، 4x که میشه جمله مجهول، 5 که میشه جمله معلوم. 4x که سر جاش میمونه، من 4x رو این پایین مینویسم. اما جمله مجهول من، جمله معلوم من ببخشید 5 هست. 5 رو باید ببرم به اون سمت راست. وقتی که میخوام جمله رو ببرم خوب دقت کنید، یک تفاوتی توی علامتش ایجاد میشه. اگر مثبت باشه تبدیل به منفی و اگر منفی باشه تبدیل به مثبت میشه. به عبارتی قرینه میشه ضرب در منفی 1 میشه. 5 رفت به اون سمت و میشه چی؟ اگه گفتیم مثبت 5 میره اون سمت میشه منفی 5، چون شد مثبت ضرب در منفی، قرینه شد دیگه، ضرب منفی 1 شد. منفی 1 عدد منفیه، منفی در مثبت منفی. خب تا اینجا میمونه دو جمله دیگه که سمت راست داریم، 2x و منهای 2. من 2x رو میخوام ببرم پیش 4x، یعنی ببرم به اون سمت این خط قرمز. پس اون هم ضرب در منفی 1 میشه. چه فرقی داره؟ 2x رو ضرب در منفی 1 میکنم، علامتش 2x مثبته. منفی 1 در 2 منفی x هم که سر جاش. خب این سمت کامل شد. حالا چی میمونه؟ منفی 2. منفی 2 سر جاش بوده، سمت معلوم ها بوده، همون خودش رو می نویسیم. تمام. این بخش از معادله تموم شد. حالا باید چیکار کنیم؟ هر دو طرف رو تبدیل کنیم به یک جمله. یعنی از 4x منهای 2x یه جمله من بیرون بیارم، از منفی 5 منهای 2 هم یه جمله بیرون بیارم. چیکار میکنم؟ اینجا دقت میکنم که مجهولا یکی هست. مثل این میمونه که بگم 4 تا سیب دارم، 2 تا سیب رو ازش بر میدارم. چند تا میمونه؟ 2 تا میمونه طبیعتا.
پس 4 تا سیب منهای 2 تا سیب میشه دوباره 2 تا سیب. تساوی هم که تو همه شرایط سر جاش هست. حالا به اون سمت نگاه میکنم. 2 تا عدد دارم، 2 تا جمله معلوم دارم، -5 و -2. هر دوتا منفیه. اگه اینا رو جمع جبری کنم حاصل هم حتما منفی میشه، پس منفی رو میذارم. حالا میام چیکار میکنم؟ خود عددها رو با هم جمع میکنم. جدا از اصلا منفی ها رو میذاریم کنار، فقط عددها رو با هم جمع میکنم. 2 و 5 میشه 7. خب این دو جمله هم تبدیل شد به یک جمله. حالا ما یک معادله ای داریم که هر دو طرفش هر کدوم یک جمله داره. حالا چیکار کنم که این x را به دست بیارم؟ میتونم، یعنی باید این 2 رو حذف کنم. اما مگه این تساوی نیست؟ هر اتفاقی اینور بیفته که این 2 حذف بشه، همون اتفاق باید اونور بیفته که x عدد واقعی را نشون به ما بده. چیکار میکنم؟ این 2 رو باید حذف کنم. یعنی 2 تا x چیکارش کنم؟ یکی بمونه، تقسیم بر 2 میکنم. به عبارتی میتونم بگم طرفین رو، هر دو طرف رو تقسیم بر ضریب مجهولمون میکنم. مجهول من x ضریبش 2، تقسیم بر ضریب مجهول، اون طرف هم تقسیم بر ضریبش میکنم. در نهایت چی میمونه برام؟ 2 با 2 خط میخوره. در نهایت x تنها میمونه. x برای من میمونه -7 دوم. یا بازم ساده ترش میکنم، میتونم به عبارت اعشاری بنویسم -3.5.